قرائت شاهاثر علامه باباجون غفورов تاجیکان. تاریخ قدیمترین قدیم عصر میانه و دوره نو. گفتار 64. اثری تاجیکان شعله‌ای بود که به صحیفه های تاریک و فراموش گشته تاریخ ملت تاجیک روشنی انداخته، پدیده های خودشناسی و افتخار ملی را تکمیل داد. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان. انجام پروسس تشکل خلق تاجیک و سازمان دولتی او، دولت طاهریان، صفاریان و سامانیان، عصرهای 9 و 10. میل در ادبیات خطی، جاری کردن زبان مادری در فعالیت ترجمانی دوره سامانیان نیز روشن مشاهده می شود. در بین اثرهای در این دوره از عربی به زبان فارسی ترجمه شده اثری مشهوری تاریخ طبری و اثری دیگری کلان حجم او تفسیر قرآن اهمیت بیشتر کسب کردند. ترجمه هر دوی این اثر، انیقترش ترجمه اثر اول تفسیر است، به یک دوره معین قریبی سال 963 تعلق داشته با فرمان حاکمان سامانی و مقربان آنها اجرا شدند. ترجمه تاریخ طبری به قلم خادم نمایان دوره سامانیان ابوعلی محمد بلعمی که چون حامی ادبیات نیز مشهور است تعلق دارد. خودی بلعمی در سرسخن عربی اثر سببی به ترجمه دست زدن خود را چنین بیان می کند: و این کتاب را پارسی دری گردانیدم تا ملیک و اتباع او بیتوانند خواندن و فهمیدن و به هر کسی که بخواهد معانی آن دانستن مشکل رو نیارد. عیناً با همین نیت کتاب تفسیر هم مثل اثری ذکر شده با فرمان امیر سامانی منصور ابن نوح 961 976 به زبان فارسی ترجمه شده است. باز یک دلیل دیگر را می آریم که به دوره سامانیان منسوب است. امیر سامانی علمای ماوراءالنهر را جمع کرده سفارش داد که اثری راجع به آیین و رسومات انشا کنند. امام های بخارا و خواجه امام ابوالقاسم حکیمی سمرقندی اشاره کردند. وی این کتاب را به عربی تألیف نمود و کلی علما پسندیدند. پس امیر فرمود که این کتاب را به پارسی باید کرد تا خاص و عام را منفعت بود. از این معلومات و دلیل ها چنین برمی آید که سبب اساسی جاری کردن زبان خطی فارسی اثرهایی با این خط نوشته شده را به اهالی محلی دسترس نمودن بوده است. زبان عربی البته یک بار جای خود را به زبان فارسی نو صاحب خط شده نداد. ادبیات خطی عربی و ادبیات خطی فارسی در مدت مدید به طور موازی وجود داشتند، اما زبان فارسی کم کم دایره استعمال زبان عربی را در ساحه‌های گوناگون ادبیات خطی محدود کردن گرفت. توجه شود به این معلومات تاریخی سیستان. شعرای عرب به او شعرهای زیادی بخشیدند، اما مطلب ما در این کتاب شعر پارسی است، به استثنای آن موردی که ما عاجز باشیم و شعر پارسی پیدا کردن نتوانیم. چنان که درست تأکید شده است، انتشار زبان فارسی در ساحه‌های گوناگون خط قانونیت پروگرسیوی تاریخی بوده. مبارزه مردم یک قطار دولت‌های ایران و آسیای میانه را به مقابل حکمرانی سیاسی و مفکوروی خلافت انعکاس می‌کرد. دلیل‌های سرشمار حیات مدنی و ادبی آسیای میانه پیش از مغول نشان می‌دهند که زبان عربی برای اهالی این مملکت‌ها همیشه بیگانه بود و در خط جاری کردن زبان این مردم، یعنی
زبان پارسی یکی از مهمترین ضرورت‌های زمان به شمار می رفت. معلوم است که اثر نرشخی تاریخ بخارا بار اول به زبان عربی 933-934 نوشته شده بود، اما سال 1128 به زبان فارسی ترجمه شده. سال 1178 این ترجمه دوباره تحریر یافت. در این باره مترجم اثر در مقدمه آن چنین می نویسد: و تالیف این کتاب به عربی بوده است به عبارت بلیغ، و چون بیشتر مردم به خواندن کتاب عربی رغبت نمی نمودند، دوستان از من درخواست کردند که این کتاب را به فارسی ترجمه کن. درخواست ایشان را اجابت کردم و این کتاب را بعد از گذشتن 190 سال از تالیف آن به فارسی ترجمه کردم. پس از ماوراء النهر، خراسان و سیستان در دیگر ولایت‌های ایران به معنای وسیع این کلمه، زبان فارسی دایره زبان عربی را در نوشتجات پیش از پیش تنگ می کند. در آخر عصر 10 و اول عصر 11 در گرگان در دربار قابوس ابن وشمگیر 976-1012، از اول عصر 11 در غزنه در دربار محمود غزنوی 988-1030، از سالهای 40 عصر 11 در تبریز قطران بعضی شاعران به گفتن شعر فارسی سر می کنند. از سال 1022 تا سال 1037 فعالیت دانشمند بزرگ خلق تاجیک ابوعلی ابن سینا در اصفهان می گذرد و در همین جا برای حاکم محلی یک چند اثر، از جمله اثری مشهورش دانشنامه یا دانستننامه علایی را به زبان فارسی ایجاد کرده است. در این جا نیز و مثل ماوراء النهر و خراسان سببی از ادبیات عربی زبان به ادبیات فارسی زبان گذشتن آن به عامه خلق فهما شدن این ادبیات بود. مؤلف یکی از اثرهای چاریک اولی عصر 12 چنین می نویسد: و شنیدم که خداوند ماضی علاءالدوله خواجه رئیس ابوعلی ابن سینا را گفت: اگر علم اول به عبارت پارسی بودی، من بتوانستم دانستن. بدین سبب به حکم فرمان دانستن نامه علایی ساخت و چون پرداخت و عرضه کرد، از آن هیچ در نتوانست یافتن. خودی ابوعلی ابن سینا هم به زبان فارسی ایجاد کردن چندی از اثرهای علمیش را با میل به عامه فهما کردن آنها علاقمند کرده است. تأثیر و شهرت ادبیات خطی فارسی در عصرهای میانه چنان بزرگ بود که وی نه تنها در مملکت‌هایی که زبان فارسی برای اهالی آنها زبان مادری حساب می‌شد، ماوراء النهر، خراسان، ایران غربی، بلکه در کشورهای بیرون از حدود آنها، آذربایجان، آسیای خرد، کردستان، افغانستان، هندوستان شمالی، ترکستان شرقی نیز ایجاد می‌شد. ممکن است خاطر نشان کرد که ادبیات خطی فارسی زبان از آخر عصر 9 و اول عصر 10 در تمام ساحه‌های حیات سیاسی و مدنی مملکت‌های گوناگون شرق نزدیک و میانه وسیع پهن می‌شود. زبان فارسی نه فقط برای مردم تاجیک و فارس، اینچنین برای خلق‌های گوناگونی این نقاط شرق، کردها، افغانها، هندوها، مردم ترک زبان آذربایجان، آسیای خرد و ماوراء النهر در ابتدای عصرهای میانه و اکثرا بعدتر هم زبان اساسی و زبان اساسی و حتی یگانه ادبیات خطی به شمار می رفت. زبان فارسی زبان عربی را حتی در نوشتجات اسبابهای روزگار و کتیبه ها تنگ کرده است. اولین خطی به زبان فارسی در روی پیاره نقره ثبت شده به عصر 11 تعلق دارد
در خط عربی روی سفالپاره هایی که از حفریات ارخئولوژی مرو یافت شده اند به گفت مسام تأثیر تلفظ زبان تاجیکی عیان است. اولین متن تاجیکی در روی قیراق سنگی از قبرستان سمرقند پیدا شده به اول عصر 13 تعلق دارد. در همه سرچشمه ها زبان این ادبیات عربی خط فارسی، پارسی، پارسی دری نامیده می شود. این نام ها چی را افاده می کنند؟ کلمه دری صفتی نسبی از در یعنی دربار، درباری شاه بوده معنای درباری را دارد. در این اصطلاح وضعیت کنکریت مدنی و تاریخی آن زمانی که ادبیات خطی اساساً در درباری حکومتداران فیادالی به وجود می آمد انعکاس یافته است. مؤلفان عربی زبان عصرهای میانه این اصطلاح را به زبان درباری ساسانیان در مدائن علاقمند می کنند. در دوره‌های بعدینه این اصطلاح معناهای دیگر نیز پیدا نمود. از جمله اسلوب معینی اولین اثرهای به زبان فارسی ایجاد شده که از عربیزم‌های زیاد و گفتارهای سیرتکلف خاصی زبان ادبی عصرهای من بعد خاری‌اند با همین اصطلاح افاده شده است. اصطلاح دری در ادبیات علمی بعضاً با لهجه‌های محلی پارس‌های زردشتانی یزد و کرمان و همچنین لهجه سیوندی واقع در سمت شرقی تهران و غیره نیز منسوبیت پیدا کرده است. حالا این اصطلاح در افغانستان نسبت به شکل خطی یکی از زبانهای رسمی این مملکت زبان فارسی کابلی استفاده می شود. زبان فارسی و زبان دری را همچون دو زبانی گوناگون به همدیگر مقابل گذاشتن هم نادرست است. بلعمی در مقدمه عربی تاریخ طبری قریب سال 963 زبان ترجمه اش را زبان فارسی دری می نامد. بعدتر ظاهراً بعد از سال 976 مقدمه عربی این ترجمه به مقدمه فارسی برگردانده می شود که در آن زبان این ترجمه پارسی نامیده شده است. همین طور هیچ یک شبهه‌ای نیست که اصطلاح‌های فارسی دری به عین یک معنا کار فرموده شده‌اند. با همه این اصطلاح‌ها یک زبان ادبیات کلاسیکی فارس و تاجیک زبان پارسی افاده شده است. با آن عقیده هم که زبان پهلوی، زبان فارسی میانه و زبان فارسی گویا دو زبان گوناگون باشند راضی شدن ممکن نیست. زبان فارسی میانه و زبان فارسی زبانی با خط عربی نوشته شده آثار ادبیات تاجیک و فارس دو دوره انکشافی پی در پی یک زبان می باشند که در خطهای گوناگون سیستم پهلوی، مانی، عربی انعکاس یافتند. مؤلفانی که زبان فارسی و زبان فارسی میانه را از هم جدا می کنند خواه و ناخواه تاریخ زبان ادبیات کلاسیکی تاجیک را محدود می کنند. این زبان 2-3 عصر پیش از اصطلاح عرب نی چنانکه بعضی مؤلفان می نویسند بلکه 1,500 سال پیشتر به وجود آمده یادگاری های خطی آن به عصر 6 پیش از میلاد رفته می رسد. دو مسئله را از همدیگر فرق کردن لازم است. یکی مسئله مکان و زمان پیدایش زبان ادبیات کلاسیکی تاجیک و فارس، مسئله اساسی لهجوی زبان این ادبیات و دیگری مسئله تاریخ این زبان و جای آن در بین زبانهای دیگری ایرانی. آید به مسئله یکم به وجود آمدن دو فکر ممکن نیست. زبان ادبیات کلاسیکی تاجیک و فارس در حدود ماوراء النهر، سیستان، خراسان تشکل یافته است. محض در همین جا عصرهای 9-10 پایه زبان ادبی که در حیات تاریخی و مدنی آسیای میانه، ایران
و مملکت‌های دیگری شرقی نزدیک و میانه رالی بزرگ بازیده است استوار گردید. محض از بخارا، سمرقند، بلخ، هرات، طوس و دیگر ولایت‌های ماوراءالنهر، خراسان، سیستان اولین ایجادکارانی بزرگی این ادبیات به ظهور آمدند. نام گرفتن دقیقی، فردوسی، ناصری خسرو، عمری خیام کفایه است. این هم تصادف نیست که بزرگترین شاعرانی دربار غزنویان و سلجوقیان از ولایت‌های مذکور، عنصری از بلخ، فرخی از سیستان، انوری از سرخس، مویزی از نیشاپور و غیره برآمدند. موافق معلومات تذکیره محمد اوفی 1221 1222 که قدیمترین تذکیره تا به زمان ما رسیده لباب الالباب به شمار می رود، از 106 شاعری زمان سلجوقی ها 68 نفرشان در خراسان و ماوراءالنهر و تنها 16 نفری آنها در ولایت های غربی ایران به دنیا آمدند. این دلیل ها باری دیگر ثابت می کنند که تا دوره هجوم مغول ها ادبیات فارسی زبان نه در حدود ایران غربی بلکه در حدود ماوراءالنهر، خراسان، سیستان، در حدود ولایت هایی که اساسگزاران ادبیات کلاسیکی تاجیک و فارس، رودکی، فردوسی و همزمانان و پیروان آنها زندگی و اثر ایجاد می کردند انکشاف یافته است. از این رو بی سبب نیست که اسدی طوسی در مقدمه لغت فارس 1065 1066 لغت فارس لسانی اهل بلخ، ماوراءالنهر و خراسان گفته است. هرگاه که سخن از تاریخ قدیمترین مرحله های انکشاف این زبان رود، زبان ادبیات کلاسیکی تاجیک و فارس را از دوره های گذشته ترقیات آن که در یادگاری های خطی فارسی قدیم و میانه مجسم شده است نباید جدا کرد. این زبان در جای خالی به وجود نآمده است و به وجود آمده هم نمی توانست. تاریخ آن نه اینکه از دوره اصطلاحی عرب بلکه از عصر 6 پیش از میلاد شروع می گردد که این ادعا را یادگاری های خطی تصدیق می نمایند. انجام پروسس تشکل خلق تاجیک و سازمان دولتی او، دولت طاهریان، صفاریان و سامانیان، عصرهای 9 و 10. علم و ادبیات خلق تاجیک، عصرهای 9 10. ترقیات ادبیات بدیعی. وضعیت سیاسی آسیای میانه هنوز در ابتدای عصر نو برای ترقی ادبیات نوی کتابی تاجیک که بر اساس ایجادیات دهنکی خلق قرار گرفته بود شرایط مساعد فراهم آورد، ولی این شرایط ثمره های خود را در وقت سامانیان بخشید. بنابر همین هم دوره سامانیان دوره پیدایش ادبیات کلاسیکی تاجیک و فارس به شمار می رود. در عین زمان این افاده را چنین باید فهمید که زمان سامانیان اصلاً نه دوره‌ای به وجود آمدن ادبیات نوی تاجیک و فارس بلکه فقط دوره‌ای رسما اعتراف کردیدن به شکل خطی ظهور یافتن و نشأ و نمای این ادبیات می باشد. خیلی وقت پیش از برپا گردیدن دولت سامانیان تاجیکان با زبان مادری خود لفظاً اثرهای بدیعی ایجاد می کردند. چون این امری واقعی که در تمام دوره حکمرانی عربها عنعنه‌های ادبی قبل از اسلام از بین نرفتند
و خلق ابرزهای بدیعی و سوژه‌های باستانی را محفوظ داشت، یکی از دلیل‌های نسبت به عصر نوح خیلی قدیم‌تر بودن تاریخ ادبیات تاجیک می باشد. در زمان سامانیان در برابر ترقی کردن ادبیات به زبان تاجیکی دری، ادبیات عربی زبان نیز رونق یافت. ایجاد کنندگان این ادبیات در ماوراء النهر بیشتر آن تاجیکانی بودند که با دایره های رسمی مناسبت داشته غیر از زبان مادری خود زبان عربی را هم نقص می دانستند. این دوره در تاریخ ترقیات ادبیات کلاسیکی تاجیک و فارس در عصرهای میانه یکی از مهمترین دوره ها به شمار می رود. سامانیان از آن سبب شاعران را به دربار خود جمع می کردند که به واسطه آنها شهرت خود را زیادتر پهن نمایند. از طرف دیگر سعی و کوشش به معروفیت اینچنین تنگی معیشت شاعران و نویسندگان را مجبور می نمود که به دربار این و یا آن حاکم رو آورند. در ادبیات دوره سامانیان هم مانند ادبیات عصرهای من بعده زمان فئودالی دو تمایل را قید کردن ممکن است. یکی میل‌های خلقی، دیگری میل‌های فئودالی، اشرافی، کلیریکالی. طبیعی است که توجه ما را اساساً در اینجا نویسندگانی به خود جلب می کنند که در ایجادیات آنها میل‌های خلقی برتری دارند. اساسگذاری اعتراف شده نظم کلاسیکی تاجیک و فارس استاد رودکی می باشد که هنوز در جوانی چون نوازنده و حافظ خلق شهرت یافته بود. ابو عبدالله جعفر رودکی در آخرهای عصر نوح در دهه پنجرود نزدیکی پنجکین در عائله دهقان تولد یافته است. درباره حیات این شاعری ممتاز و علل خصوص راجع به دوره بچگی او معلومات نهایت درجه کم است. برای دانستن قسمت رودکی کشفیات اساسگذار ادبیات سویتی تاجیک استاد صدرالدین عینی اهمیت حل کننده داشت. صدرالدین عینی پس از تحقیق دقیقانه سرچشمه ها و پرسجوی کهنسالان محلی به چنین خلاصه آمد که قبر رودکی در دهه زادگاهی اوست. تا این دم کسی این را تخمین هم نکرده بود. این واقعیت برای کشادن بسیار عقده های حیات رودکی کمک رسانید و ثابت نمود که شاعری زبردستی از طرف سامانیان حمایت دیده چه نوعی که روایت می کنند سالهای آخری عمر خود را در خواری و ذلیلی گذرانیده در یک دیهچه نامشهوری کوهستان از دنیا گذشت و دفن کرده شد. چنین بود قسمت شاعر در زمان فئودالی. رودکی در آوان جوانی به طفیل آواز خوش، استعداد شاعری و مهارت چنگ نوازی خود شهرت زیادی پیدا کرده بود. به این واسطه وی از طرف نصر دو ابن احمد سامانی 914-943 به دربار کشیده شد و قسم اساسی حیات او در محیط دربار گذشت. چه نوعی که ابوالفضل بلعمی می گوید رودکی پیش قدم ترینی هم اسرانش بوده است در شعر پارسی تاجیکی در زمان خود که در عرب و عجم مانندش نیست. اون نه فقط استاد شعر، در عین زمان حافظ و نوازنده زبردستی نیز به شمار می رفت. رودکی مربی و مواظب شاعرانی نوقلم بود که این آبرو و اعتبار او را باز هم زیادتر می کرد. با وجود این رودکی در ایام پیری خود دچار بسیار محرومیت ها گردید. در سال 937 حامی و دوستی نزدیکی او بلعمی که سروزیر نصر دو بود از کار دور کرده شد. شاعری کهنسالی نابینا یا شاید زورن کور کرده شده به گناه دوستی ابوالفضل بلعمی بودنش و یا به شورش خلقی قرمته خیرخواهی کردنش از دربار رانده شده به زادگاه خود برگشت. رودکی پس از این واقعه بسیار زندگی کردن نتوانست. چه نوعی که سمعانی در کتاب الانساب می نویسد
او در سال 941 از روی دیگر دلیل‌ها در سال 952 در دهه خود 5 رود وفات کرد. از آثار رودکی تا زمان ما تنها بیشتر از 2000 بیت آمده رسیده است. همین شعرهای باقی مانده نیز به مهارتی بلندی شاعری او که در تمام ژانرهای نظم آن دوره مانند مرثیه، قطعه، رباعی، غزل، مثنوی چون مجموعه امثال معروفی کلیله و دیمنه و غیره ظاهر گردیده است می توانند گواهی دهند. رودکی از قبیل قصیده سرایانی معمولی دربار نبود. قصیده های او با تصویری واضحی منظره های طبیعت، وصف سرور زندگی و عشق شروع می گردیدند. قسمتی نصیب مقدمه نظر به مدحیه جاذبه ناکترین قسمتی قصیده های وی را فراهم می آورد. اشعار رودکی از جهتهای دینی قریب تماما خالی بوده، در اکثر آنها اندیشه های عمیقی فلسفی نهفتند. چنانچه بهترین ابیات او راجع به گردش دائمی ماده ها و مبارزه نو و کهنه مثالی برجسته همین نوع شعر هاست. در قصیده شکایت از پیری شاعر سببگاری فرارسیدن پیری را پرسیده خود در جواب آن می گوید: جهان همیشه چو چشمی است گرد و گردان است، همیشه تا بود آیینش گرد گردان بود، همان که درمان باشد به جای درد شود، و باز درد همان که از نخست درمان بود. کهن کند به زمان همان کجا نو بود، و نو کند به زمان همان که خلقان بود. بسا شکسته بیابان که باغی خرم بود، و باغی خرم گشت آن کجا بیابان بود. رودکی در شعرهای خود خرد و دانش، نکوکاری و دلیری را ترنم کرده مردم را به نهراسیدن از سختی های روزگار و مردانوار برطرف کردن آنها دعوت می نماید. غایه های انسانیت پروری و مهنت دوستی را تبلیغ نموده در این بابت اکثرا عقیده های در میان خلق پیدا شده را افاده می کند. او با ایجادیات خود پایه های نظم تاجیک و فارس را استوار نموده، ژانر و نوعهای اساسی شعری را به تأمل می درآورد. در اشعار او قریب همه وزنهای عروضی و سیستم ابرزها به خود شکل معین می گیرند. شعرهای رودکی سرمشق شاعران من بعده تاجیک گردید. رودکی به طور حقانی همچون اساسگزار نظم کلاسیکی شناخته شده است. نظمی که در عصرهای 10-15 در میان تاجیکان و فارسها انتشار یافته، فردوسی، خیام، سعدی، حافظ و جامی بر این سیماهای بزرگ را به عرصه وجود آورد. کلاسیکان این نظم رودکی را استاد خود دانسته او را همیشه با محبت و احترامی تمام یاد کردند. شما گفتاری 64 را از کتاب علامه باباجان غفورов تاجیکون شنیدید. عبدالرشید خوجمقولов خواند. کارگردان شیرالی نغزلی.